خلاصه کتاب عادتهای اتمی اثر جیمز کلیر. ایجاد انقلاب بزرگ در زندگی کار آسان نیست و در گام اول ناشدنی و غیر ممکن به نظر می رسد. ولی اگر بتوانیم تغییرات جزئی و مداوم ایجاد کنیم، می توانیم در بلند مدت انقلابی که همواره دنبالش بوده ایم را رقم بزنیم. این کتاب درباره چیست؟ این کتاب با ما می آموزد که با کمک تغییرات کوچک نتایج شگفت‌انگیزی به بار می آوریم. کتاب عادتهای اتمی راهکار عملی و ثابت شده را برای ساخت عادتهای خوب و کنار گذاشتن عادتهای بد ارائه می دهد. این کتاب با استفاده از تحقیقات علمی و مثالهای واقعی نشان می دهد که چطور تغییرات رفتار و شکلگیری عادتهای جدید منجر می شود. و این عادتها به شما در دستیابی با موفقیت کمک می کند. ایده اصلی کتاب عادتهای اتمی این است که چگونه عادتهای کوچک زندگیتان را تغییر می دهند. ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی نیازمند تغییر و تحول بزرگی نیست. لازم نیست برای ایجاد تغییر بزرگ انقلاب در زندگیتان ایجاد کنید یا شخصیتتان را از اول بکوبید و بسازید. بجای این کار با ایجاد تغییرات کوچک در رفتار خود و نگه داشتن و تکرار آنها در طول زمان به عادات می رسد که نتایج بزرگی در بر خواهند داشت. چه کسانی باید این کتاب را بخواند؟ افرادی که می خواهد در هر عرصه زندگی کامیاب و موفق باشد. افراد موفق که به دنبال کسب موفقیت‌های بیشترند. افرادی که به دنبال ساخت عادتهای خوب و ترک عادتهای بد هستند. افرادی که به مطالعه رفتارهای مختلف انسان علاقه‌مندند. نویسنده این کتاب کیست؟ جیمز کلیر این کتاب را در سال 2018 نوشت. او نویسنده و کارآفرینی است که در زمینه عادات انسان و پتانسیل‌های آن برای پیشرفت فردی تحقیق می‌کند. این اثر در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار گرفته است. این کتاب رشد فردی به ما یاد می‌دهد که چگونه با عادت‌های کوچک تحولات بزرگی در زندگی خود رقم بزنیم. خبرنامه هفتگی او بیش از صدها هزار خواننده دارد که درباره عادات و رفتار انسان هاست. او در این خبرنامه داستان‌های از زندگی شخصی خود، افراد موفق در تجارت، ورزش، هنر و دیگر رشته‌ها می‌نویسد. خلاصه ایده‌های کلیدی این کتاب عادت‌های اتمی در ذیل می‌باشند. 1. چگونه عادات کوچک زندگیتان را تغییر می‌دهند؟ 2. عادات کوچک تاثیر شگفت‌آوری در زندگیتان خواهد داشت. 3. عادت‌ها رفتارهایی هستند که به صورت خودکار از طریق تجربه آموخته ایم. 4. ساخت عادت‌های جدید نیازمند محرکات قوی و برنامه‌ای برای اقدام است. 5. انگیزه افراد برای دریافت پاداش و جذب کردن عادات بسیار اهمیت دارد. 6. طرز ساختن عادت‌های جدید باید ساده باشند. 7. تغییر مؤثر رفتار نیازمند رضایت بخش‌سازی آنی رفتار است. 8. چارچوبی برای نظم دادن به عادات خود ایجاد کنید. 9. پیام کلی کتاب. 1. چگونه عادت‌های کوچک زندگیتان را تغییر می‌دهند؟ دوست دارید چه تغییر مثبتی در زندگیتان ایجاد کنید؟ شاید دوست داشته باشید غذای سالم بخورید. بیشتر کتاب بخوانید. زبان جدیدی یاد بگیرید یا در ساز و وایلون عالی شوید. هر تغییری که باشد انجام آن دشوارتر از آن است که تصور می‌کنید. صرفاً خواستن این تغییرات به معنای عملی شدن آنها نیست. پس وقتی میگوییم میخواهم بیشتر کتاب بخوانم، بدان معنا نیست که ناگهان کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلیون هیل را به جای سریال مورد علاقه‌تان انتخاب کنید. اینجاست که پای عادتها به میان می آید. 2. عادات کوچک تاثیر شگفت‌آوری در زندگیتان خواهند داشت.
برای شروع هواپیما را تصور کنید که در حال آماده سازی برای پرواز از لس آنجلس به نیویورک است. خلبان تمام اطلاعات صحیح و درست را وارد سیستم هواپیما می کند و به سمت مقصد پرواز می کند. حالا فرض کنید پس از بلند شدن هواپیما، خلبان سهواً اطلاعات پرواز را تغییر می دهد و جهت هواپیما 3.5 درجه تغییر می کند. این عدد واقعاً ناچیز و کمتر از 1 متر است. وقتی هواپیما تغییر جهت داد، نه مسافران و نه حتی خلبان متوجه آن شدند. در طول سفر این تغییر کم کم قابل توجه می شود و در انتها مسافران و خلبان از اینکه به جای نیویورک به واشنگتن رسیده‌اند مات و مبهوت می مانند. همانند خلبان ما نیز متوجه تغییرات کوچک در زندگی ما نمی شویم. تغییرات کوچک تأثیری آنی ناچیزی دارند و ما اصلاً متوجه آنها در لحظه نمی شویم. اگر احساس کنید اضافه وزن دارید، با یک بار پیاده‌روی 20 دقیقه‌ای لاغر نمی شوید. و اگر امشب یک پیتزای بزرگ بخورید، یک شبه چاق نخواهید شد. اما اگر این عادت را هر روز پیش بگیریم، متوجه می شویم که انتخاب‌های ما نتایج بزرگی به همراه دارد. اگر هر شب پیتزا بخورید، متوجه می شوید که پس از مدت افزایش وزن چشمگیری داشته اید. و اگر هر روز 20 دقیقه پیاده روی کنید، با گذشت زمان می فهمید که لاغرتر و صحتمندتر شده اید، در حالی که این تغییرات را حس نکرده اید. پس نتیجه می گیریم که عادات کوچک تغییرات شگفت‌انگیزی در زندگیتان ایجاد خواهند کرد. و لزوماً این تغییرات هنگام رخ دادن قابل مشاهده نیست و در آخر است که تأثیر آن را متوجه می شوید. البته می دانم که ندیدن نتایج تلاش‌هایتان می تواند کم دلسرد کننده باشد. اگر چنین حس دارید و با حس نکردن تغییرات آنی و مثبت کم ناامید و دلسرد شده اید، بسیار مهم است که بر مسیر فعلی بجای نتایج نهایی تمرکز کنید. فرض کنید مقدار پولی در حساب پس‌انداز خود دارید و هر ماه اندکی به آن اضافه می کنید. بله، در حال حاضر شاید مبلغ بسیار زیاد به نظر نرسد، اما مطمئن باشید که در مسیر درست قرار دارید. چند ماه یا چند سال آینده به همین روال پیش بگیرید و در آخر افزایش بزرگی خواهید دید. هرگاه حس کردید نتیجه نهایی بسیار دور از دسترس به نظر می رسد، به یاد بیاورید که شما در مسیر درست قرار دارید. 3. عادتها رفتارهایی هستند که به صورت خودکار از طریق تجربه آموخته ایم. هنگامی که وارد یک اتاق تاریک می شوید، به حرکت بعدیتان فکر نمی کنید و بلافاصله به صورت غرضی چراغ اتاق را روشن می کنید. این پروسه فشار دادن کلید چراغ و روشن کردن لامپ یک عادت و رفتار است. رفتاری که پس از تکرار و تکرار شدنهای بیشمار به صورت خودکار اتفاق می افتد. چنین عادات از مسواک زدن گرفته تا رانندگی کردن بخش عظیم از زندگی ما را تشکیل دادند و به شدت قدرتمندند. حالا این سوال پیش می آید: این عادات از کجا آمده و چگونه شکل گرفتند؟ در قرن 19 روانشناس امریکایی به نام ادوارد لی تورندایک سعی کرد پاسخ برای این سوال بیابد. او ابتدا چند گربه را داخل جعبه سیاه قرار داد و منتظر شد تا زمان فرار کردن آنها را از داخل آن جعبه اندازه بگیرد. همانطوری که انتظار می رفت، تمام گربه ها به شدت به دنبال راهی برای فرار کردن بودند. آنها مداوم دیوارهای جعبه را چنگ می زدند و هر گوشه را بو می کشیدند تا راه برای خارج شدن پیدا کند. در نهایت گربه ها فهمیدند اهرامی وجود دارد که با فشار دادن آن می تواند از داخل جعبه فرار کنند. تورندایک این آزمایش را دوباره و دوباره با گربه هایی که موفق شده بودند از جعبه فرار کند تکرار کرد و هر بار گربه ها به جای چنگ زدن و بو کشیدن
بلافاصله اهرام را فشار می دادند و پس از 20 تا 30 بار تکرار این آزمایش اوسط زمان فرار گربه از جبهه به 6 ثانیه رسید. به عبارت دیگر پروسه خارج شدن از جبهه برای گربه ها تبدیل به عادت شده بود. تورندایک با این آزمایش متوجه شد که اگر یک کار یا فعالیت نتیجه مورد نظر و دلخواه برای ما به همراه داشته باشد، آن را به قدر تکرار می کنیم که به صورت خودکار تبدیل به عادت می شود. در این آزمایش آن نتیجه مورد نظر برای گربه ها آزاد شدن بود. ما دهه‌ها پس از آزمایش تورندایک به یافته‌های بیشتری درباره عادات رسیدیم. حال ما می دانیم که عادات از 4 عنصر مجزا تشکیل شده‌اند. اولین عنصر نشانه یا محرک برای عمل است. وارد شدن به اتاق تاریک به ما این محرک را می دهد که باید کار انجام داد تا از تاریکی خارج شده و بتوانیم اطرافمان را ببینیم. عنصر دوم میل به تغییر است. اینکه ما اصلاً می خواهیم اتاق روشن شود یا خیر. عنصر سوم واکنش است که به روشن کردن چراغ می رسد. آخرین عنصر در پروسه پاداش هدف نهایی از هر عادت است که در بحث اتاق تاریک داشتن احساس راحتی و دیدن اطراف هدف نهایی عادات ماست. خب، حالا که می دانیم عادات چگونه کار می کند، بیایید نگاهی به راه‌های برای ایجاد عادات خوب که می تواند زندگی شما را تغییر دهد بیندازیم. 4. ساخت عادت‌های جدید نیازمند محرکات قوی و برنامه برای اقدام است. خب، حالا می دانیم که عادات چگونه شکل می گیرند. پس به سراغ راهبردهای برای ایجاد عادات می رویم تا بتوانیم نتایج خوب، همیشگی و کارآمد را به دست آوریم. فرض کنید به شدت مشتاق یادگیری نواختن گیتار هستید. سازتان را خریده اید و نکات پایه را می دانید. اما تمرین کردن برایتان دشوار است. هر صبح به خود می گویید که بعداً تمرین می کنم و این بعداً هیچ وقت فرا نمی رسد. و آخر سر متوجه می شوید که حتی دست هم به گیتار نزده اید. حالا که رازهای ایجاد عادات را می دانید، می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید. در این موضوع باید نشانه یا محرک برداشتن گیتار را به قدر واضح و غیر قابل چشم پوشی انتخاب کنید که نتوان آن را نادیده گرفت. به جای این که گیتار را در گوشه اتاق و دور از دید قرار دهید، آن را در وسط اتاق رها کنید، جایی که همیشه مقابل چشمانتان باشد. در این شرایط که محرک برداشتن گیتار بسیار واضح است، تمرین کردن برایتان آسان‌تر می شود. استفاده از محرکات واقعاً کمک بزرگی در ایجاد عادات می کند. اما راه دیگری که به شما بیشتر کمک می کند تصمیمات اجرایی نام دارد. حالا این تصمیمات اجرایی چی هستند؟ در بحث ایجاد عادت‌های خوب هدف ما معمولاً بسیار کلی هستند. برای مثال فقط می گوییم که می خواهم سالمتر غذا بخورم. می خواهم نواختن گیتار را یاد بگیرم. با گفتن این جملات انتظار داریم که آنها را عملی کنیم. تصمیمات اجرایی به ما کمک می کند از کلی بودن قصد و هدفمان گذر کنیم و برای ما برنامه مشخص می کند که اقدامات لازم جهت رسیدن به هدف مو به مو در آن ذکر شده است. حال به مثال یادگیری نواختن گیتار برمیگردیم و به جای گفتن جمله این هفته تمرین می کنم، از جمله در روزهای شنبه، چهارشنبه و جمعه فکس ساعت 11 گیتارم را برمی دارم و برای 1 ساعت تمرین می کنم استفاده کنید. همچنین یادتان نرود گیتار را در وسط اتاق قرار دهید. با خلق چنین تصمیمات اجرایی هم برنامه مشخص برای دنبال کردن دارید و هم متوجه می شوید که چقدر سریع و راحت تر می توانید یک فعالیت را تبدیل به عادت کنید.
شاید در نگاه شما همه اینها ممکن به نظر برسد. اما سوال اصلی اینجاست: آیا این روش واقعاً جواب می دهد؟ آیا می توانم از محیط اطرافم برای ایجاد عادتهای خوب استفاده کنم؟ آیا این روش همان قدری که در رفتار ممکن به نظر می رسد در عمل هم همین گونه است؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ آن تورندایک در شهر بوستون، یکی از شهرهای ایالات ماساچوست می رویم. محض اطلاعاتتان، ادوارد تورندایک و آن تورندایک ارتباطی با یکدیگر ندارند و صرفاً تشابه اسمی است. آن تورندایک به مشکل برخورده بود که بسیاری از متخصصان سلامتی و تغذیه درگیر آن بودند. او می‌خواست به بیمارانش کمک کند تا رژیم و برنامه غذایی خود را تغییر دهند، اما در عین حال می‌دانست سالم‌خوری کار آسان نیست و مستلزم اراده و انضباط قوی است. خب طبعاً همه افراد اراده و انضباط قوی ندارند. آن تورندایک و همکارانش آزمایشی را طراحی کردند. به عنوان بخش از آزمایش او تغییراتی در کافتریای بیمارستان ایجاد کرد و نوشابه‌های کنار صندوق را با بیتری‌های آب معدنی جایگزین کرد و همچنین سبدهای از بیتری آب معدنی را در سرتاسر کافتریا قرار داد. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ پس از 3 ماه میزان فروش نوشابه 11% و آب معدنی 25% افزایش پیدا کرد. دکتر تورندایک به سادگی با ایجاد نشانه و محرک واضح و قابل دید مردم را به نوشیدن بیشتر آب متقاعد کرد. به عبارت دیگر، او و همکارانش توانست بدون اجبار کردن افراد به گرفتن تصمیم‌های دشوار، عادات خوب را بین آنها جا بیندازند. این آزمایش یک مثال واضح دیگر در رابطه با استفاده از محیط اطراف برای ایجاد عادات خوب به شمار می رود. 5. انگیزه افراد برای دریافت پاداش و جذب کردن عادات بسیار اهمیت دارد. اکنون به نیمه راه خود در موضوع عاداتهای اتمی رسیده ایم. تا اینجای کار فهمیدیم که عادات چقدر قدرتمند هستند، چگونه ساخته می شود و چگونه می تواند از نشانه های عادات یا محرک ها به نفع خود استفاده کنیم. حالا وقت آن است که به سراغ پاداش و نتایج عادات برویم. در سال 1954 عصب‌شناسی به نام جیمز آلدوس و پیتر میلر آزمایشی در موضوع عصب‌شناسی انجام دادند که نتایج بسیار جالب به همراه داشت. آنها با استفاده از الکترود فرارسان عصبی دوپامین را در موشها مسدود کردند و متوجه شدند موشها انگیزه زندگی کردن را از دست دادند. آنها بدون دوپامین تمایل به خوردن، نوشیدن و تولید نسل نداشتند و همه‌شان در نهایت بعد از چند روز از تشنگی تلف شدند. این داستان ناخوشایند موشها یک پیام مهم دارد. دوپامین یک محرک حیاتی است. هر وقت ما کارهای انجام می دهیم که برایمان سود دارند یا لازم حیاتی هستند، دوپامین ترشح می کنیم و حس خوبی می گیریم. مانند خوردن، نوشیدن و غیره، این حس رضایت و لذت ما را تشویق می کند تا باز هم این کارها را انجام دهیم. تا به اینجا همه چیز واضح است. اما ارتباط آنها با عادات سازی چیست؟ خب، حقیقت این است که برای ترشح دوپامین لازم نیست حتما کارهای لذت بخش انجام دهید. تصور انجام آن کارها به تنهایی برای ترشح این هورمون کافی است. در سیستم پاداشدهی مغز، خواستن یک چیز همان حس را می دهد که داشتن آن چیز دارد. پس می توانیم این موضوع را به نفع خود استفاده کنیم. وقت عادت جدید خود را درست می کنیم، آن را به چیزی تبدیل می کنیم که مشتاقانه منتظر آن هستیم. به احتمال زیاد آنها را دنبال کرده و حتما انجام خواهید داد.
در این قسمت مفهوم وسوسه را به شما معرفی می کنم. در مفهوم وسوسه شما رفتارهای مهم اما غیر جذاب را به رفتارهای جذاب متصل می کنید و این گونه می توانید از دوپامین آن رفتار جذاب در ایجاد عادات جدید استفاده کنید. داستان رونن برن، دانشجوی مهندس اهل آیرلند را در این باره بشنویم. رونن می دانست باید بیشتر ورزش کند، اما در عین حال لذت از آن نمی برد. البته او عاشق سریال دیدن بود و تصمیم گرفت از این موضوع به نفع خود استفاده کند. رونن یک دوچرخه تهیه کرد و آن را به لپتاپ خود وصل کرد. او کدهایی نوشت که به او اجازت می داد تنها در صورت بتواند از پخش کننده ویدیوی لپتاپ خود استفاده کند که سرعت رکاب زدنش با دوچرخه به حد خاص رسیده باشد. با انجام این کار او ورزش کردن که کار ملال آور برایش محسوب می شد را به فعالیت لذت بخش برای خود تبدیل کرد. لازم نیست شما کاری که رونن انجام داد را تکرار کنید. راه‌های ساده‌تری هم برای پیاده کردن روش مشابه وجود دارد. برای مثال اگر به خواندن مجله علاقه دارید، این کار را فقط در هنگامی که در باشگاه هستید انجام دهید. یا اگر به سریال دیدن علاقه دارید اما فروشنده هستید و ابتدا باید محصولات خود را بفروشید، برای خود مشخص کنید هر 5 فروش موفق یک بار اجازه دیدن یک قسمت سریال را دارید. پس فهمیدین که با یافتن راه‌های برای جذاب کردن کارهای خسته کننده اما مهم، مقدار خاصی از دوپامین را آزاد می کنید که باعث ایجاد عادات مثبت و حس خوب می شود. 6. طرز ساختن عادتهای جدید باید ساده باشند. جذاب کردن عادتها راه‌های برای ماندگار کردن آنهاست، اما راه دیگری نیز برای ماندگار کردن یک عادت وجود دارد و آن هم ساده و راحت بودنش است. رفتارهای ساده قسمت عظیم از زندگی ما را تشکیل می دهند. ما در شبکه‌های اجتماعی می چرخیم و دراز می کشیم چون انجام دادن آنها ساده است و از طرف دیگر کارهای دیگری مانند ورزش کردن یا مطالعه درباره مسائل فیزیک بسیار دشوار است. به همین خاطر است که اغلباً در اوقات فراغت ورزش کردن یا یادگیری را دوست نداریم و انجام نمی دهیم. با ساده کردن رفتارهای مورد نظرمان آنها را به سادگی می توانیم به عادت تبدیل کنیم و راه‌های بسیار هم برای انجام این کار وجود دارد. کاهش حساسیت. البته بحث حساسیت دو طرفه است. شما می توانید حساسیت خود را برای انجام یک کار به قدر زیاد کنید که باعث از بین رفتن یک عادت بد شود و در سمت دیگر می توانید آنقدر انجام یک کار را آسان بگیرید که انجامش برایتان تبدیل به عادت شود. پس اگر می خواهید زمان کمتری را صرف دیدن تلویزیون کنید یا آن را از برق بکشید یا بطری های کنترل را درآورید. این عمل در موقعی که می خواهید تلویزیون ببینید حساسیت ایجاد می کند. خب، این هم از مفهوم حساسیت. کار دیگری که می توان انجام داد تا در بلند مدت عادتها ساده تر شود، قانون 2 دقیقه است. با این قانون هر فعالیت قابل مدیریت می شود و بر این دلالت دارد که هر رفتاری که در کمتر از 2 دقیقه انجام می شود می تواند تبدیل به عادت شود. پس برای مثال اگر می خواهید بیشتر کتاب بخوانید، هدف را خواندن یک کتاب در هفته قرار ندهید و به جای آن سعی کنید هر شب 2 صفحه کتاب بخوانید. قانون 2 دقیقه راه برای ایجاد عادت‌هایی است که به راحتی قابل دستیابی هستند. دستاوردهای کوچک که می تواند شما را به چیزهای بزرگتر هدایت کند. هنگامی که کفش‌های دویدن خود را پوشیدید، احتمالاً برای دویدن به بیرون می روید. هنگامی که 2 صفحه را خواندید، احتمالاً ادامه خواهید داد. شروع ساده اولین و مهمترین قدم برای انجام کار است.
قانونی 2 دقیقه روش برای ساخت عادات ساده است که در نهایت به نتایج عالی می رسد. 7. تغییر مؤثر رفتار نیازمند رضایت بخشسازی فوری عادات است. به پایان مسیر نزدیکتر شدیم و قبل از اتمام بیایید درباره نقش نهایی عادات برای بهبود وضعیت زندگیمان صحبت کنیم. و برای انجام این کار می‌خواهم داستانی تعریف کنم. داستان یک محقق موفق سلامتی عمومی به نام استیفن لوبی. در دهه 1990 میلادی، لوبی در محله از کراچی، پاکستان مشغول بود و در کار خود نیز بسیار ماهر بود. او نرخ ابتلای کودکان محلی به احصال را تا 52%، ذات الایریه بزرگسالان را تا 48% و عفونیت‌های پوستی را 35% کاهش داده بود. راز موفقیت او چی بود؟ صابون. بله، درست شنیدید. صابون. دستاوردهای عظیم سلامتی عمومی لوبی نتیجه صابون بود. لوبی می‌دانست که شستشوی دست و بهداشت اولیه کلید کاهش بیماری ها بود. البته مردم کراچی نیز این موضوع را می‌دانستند، اما انجامش برایشان عادت نشده بود. شرایط از وقت تغییر کرد که لوبی با همکاری شرکت پراکتر اند گمبل یک صابون مخصوص را به صورت رایگان بین مردم محل پخش کرد. یک شبه شستشوی دست به کار رضایت بخش تبدیل شد و همه عاشق رایحه خوش آن صابون شده بودند. داستان استیفن لوبی آخرین و مهمترین قانون تغییر رفتار را می گوید. عادات باید رضایت بخش باشند. رضایت بخش ساختن رفتارهای انسان کار دشوار است و دلیلش این است که امروزه اغلباً پاداش کارهایمان را بسیار دیر می گیریم. امروز به اداره می رویم و کار می کنیم، اما تا آخر ما خبر از حقوق نیست. امروز به باشگاه می رویم، اما یک شبه تغییر نمی بینیم. متاسفانه مغز ما این گونه برنامه ریزی شده تا به صورت آنی پاداش کارش را دریافت کند. اجداد ما هیچگاه به فکر اهداف بلند مدت مانند پسنداز یا رعایت رژیم غذایی نبودند و در عوض نگران وعده بعدی غذا، داشتن پناهگاه و در امان بودن از حیوانات وحشی بودند. تمرکز بر پاداش‌های آنی می‌تواند عادات بد ایجاد کند. استعمال دخانیات در بلند مدت مثلاً برای 20 سال باعث ابتلا به بیماری سرطان ریه می شود، اما در لحظه نیکوتین استرس را رفع می کند. افرادی که سیگار می کشند پاداش آنیش را به ضررهای بلند مدت ترجیح می دهند. تمام گفته‌های بالا بدین معناست که برای دنبال کردن عادت‌هایی که پاداش آنی ندارند، باید کمی رضایت فوری به آنها اضافه کنیم تا بتوانیم به دنبال کردن آنها ادامه دهیم. برای درک مفهوم بالا یک داستان را بشنویم. نویسنده کتاب زوجی را می شناخت که قصد داشتند بیشتر غذای خانگی بخورند، سالمتر غذا بخورند و پسنداز کنند. اینها تمام فعالیت‌هایند که پاداش آنی ندارند. آنها برای اضافه کردن رضایت فوری به کارشان حساب به نام سفر اروپا باز کردند و هر بار که به جای غذا خوردن در رستوران این کار را در خانه انجام می‌دادند، $50 به این حساب وارد می‌کردند. دیدن انباشته شدن این $50 بر روی هم در حساب سفر اروپا حس رضایت فوری به آنها می‌دادند که به آنها کمک می‌کرد عادت خود را برای رسیدن به هدف بلند مدتشان قوی‌تر از قبل دنبال کنند. 8. چارچوب برای نظم دادن به عادات خود ایجاد کنید. خب تا این جای کار یاد گرفتیم که چگونه عادات عالی بسازیم. اما صرف نظر از این که چقدر عادات خود را لذت بخش و رضایت بخش کنیم، باز هم ممکن است در حفظ آنها شکست بخوریم. نگه داشتن عادات کار سخت است و در قسمت آخر راه‌هایی را بررسی می‌کنیم که می‌توانیم با انجام آنها این عادات را حفظ کنیم. 1. راه ساده پیگیری عادات است.
در سراسر تاریخ افراد موفق بودند که عادات خود را پیگیری کردند. شناخته شده ترین آنها بنجامین فرانکلین است که از 20 سالگی همیشه دفترچه به همراه خود داشت که در آن عادتهای 13گانه خود را ثبت و دنبال می کرد. این عادتها شامل انجام کارهای مفید، بحث بیهوده نکردن با دیگران و غیره بودند. او هر شب پیشرفت خود را در هر قسمت ثبت می کرد. شما نیز می توانید روش بنجامین فرانکلین را با استفاده از دفترچه یا تقویم دنبال کنید. هر روز عادات و رفتارهای خود را در آن بنویسید. پس از مدت متوجه می شوید که این روش بسیار هم مفید بوده و انجام این کارها خودش برای شما به یک عادت رضایت بخش تبدیل شده است و با کمک آنها همیشه پر از انگیزه هستید. راه دیگر ایجاد عاداتی است که دنبال نکردن آنها عواقب بد خواهد داشت. یکی از افرادی که به صورت جدی این راه را دنبال می کند، برایان هریس کارآفرینی از شهر نشویل از ایالت تنسی آمریکا است. او یک قرارداد نوشت که خودش، همسرش و مربی ورزشش آن را امضا کردند. در این قرارداد او برای خودش جریمه مشخص کرده بود. با هر بار پرخوری در هر روز باید $100 به مربی خود و هر بار نرسیدن به وزن مورد نظر در هفته $500 به همسرش میداد. این استراتژی او به خوبی جواب داد و این موضوع نه فقط به خاطر ترس از دست دادن پول بود، بلکه به خاطر ترس از دست دادن وجهه خودش در مقابل همسر و مربیش هم بود. به هر حال انسان‌ها حیوانات اجتماعی هستند. ما به نظریات اطرافمان اهمیت می دهیم. صرفاً اینکه کسی شما را تماشا می کند می تواند انگیزه قوی برای موفقیت باشد. پس چرا شما از این استراتژی استفاده نکنید؟ شما هم می توانید به همسر خود، بهترین دوست یا یکی از همکارانتان تعهد بدهید. اگر بدانید که در صورت دنبال نکردن یک عادت جریمه انتظار شما را می کشد، حتما در دنبال کردن آن سخت کوشتر خواهید بود. خب، با پایان این خلاصه رسیدیم. این چیزی بود که یاد گرفتیم. تغییرات کوچک رفتاری و معنای تغییرات آنی یک شبه در زندگی نیست. اما آن رفتار را به عادت روزانه تبدیل می کند که در نهایت منجر به تغییرات بزرگ می شود. ایجاد تغییرات در زندگی لازم به انقلاب بزرگ و پیشرفت‌های عظیم در زندگی نیست. برعکس، درباره ساخت سیستمی از عادات مثبت است که وقتی با یکدیگر همراه می شود نتایج دلنشین و چشمگیری به همراه دارند.